پس از یک هفته رقابت‌ها مرحله نهایی مسابقه جمهوریوی اوید با فوتبال میان بازیگران تا 16 ساله در لیگ امید به انجام رسید. مسابقه مذکور همساله از جانب لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر می شود و در آن دسته ها از سراسر جمهوری شرکت می ورزند. و آخری های مرحله نهایی لیگ امید میان بازیگران تا 16 ساله در سال 2024 دوام یک هفته در میدان دوم ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردیده با پیروزی فوتبالبازان مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزش اوید به بازی‌های دسته‌ای شهر دوشنبه به انجام رسید. این تیم تحت رهبری مربی شناخته کشور سفر علی رحمانوف توانست در یک بازی بسیار جالب دیدنی با حساب 2-1 فوتبالبازان شهر نوای تابع جمهوری را مغلوب نموده عنوان قهرمانی را صاحب شود. قابل قید است که دسته‌های مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزش پیوسته در مسابقه‌های گوناگون لیگ پیشصف، لیگ امید، مسابقه‌های کلوب توبی چرمین و چندین مسابقه‌های جمهوریوی پیوسته شرکت نموده صاحب مقام‌های افتخاری می‌شوند. برای به دست آوردن نشان برنجی لیگ امید میان بازیگران تا 16 ساله دو نماینده ولایت خطلون 1 و خطلون 2 سبقت کردند و دسته خطلون 2 در این سبقت با حساب 3-1 پیروز شد. پس از انجام وخوری در یک فضای تنتنوی مراسم جایزه سپاری برگزار گردید. در مراسم جایزه سپاری رهبریت لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان مربیان و صاحب قدران ساحه شرکت ورزیدند. از جانب کمیته تدارکات یک قطار از بازیگران با جایزه های انفرادی قدردانی شدند. از آن جمله یوسف عبدیزاده در هیئت دسته شهر نوای تابع جمهوری بهترین بازیگر انتخاب شد. رسول بختیارزاده باشد بهترین بازیگر مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزش انتخاب شد. لایق رحیمبکov از هیئت خطلون 1 و محمد عیسی شرافگان در دسته خطلون 2 جایزه بهترین بازیگر دسته خیش را صاحب شدند. جابر اسدالله‌اف از هیئت دسته دوشنبه در لیگ امید 11 گل زد و بهترین نشانزن مسابقه اعتراف شد. بهترین فوتبالباز لیگ امید میان بازیگران تا 16 ساله در سال 2024 عبدالقادر اصلیدینزاده از هیئت مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزش اوید با بازی‌های دسته‌ای انتخاب شد. قابل قید است که مسابقه لیگ امید همه ساله از جانب لیگ فوتبال کودکان و نورسان تاجیکستان دایر می شود. در این لیگ آن دسته‌ای که نمی توانند بر لیگ پیشصف را خط بگیرند شرکت می ورزند.